به نام خدا، بنی اسدی هستم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان و عزیزان. اگر یادتون باشه و ویدیو قبلی ما رو دیده باشید، در بخش اول به یک سری از آپدیت ها و تغییراتی که در ورژن 3.52 ArcGIS Pro وجود آمده است اشاراتی شد. امروز در ادامه بخش اول و در بخش دوم و پایانی به چند مورد دیگر از این تغییرات مهم اشاره می‌کنیم. این تغییراتی است که در کلکولیت فیلد وجود آمده است. اگر روی نرم افزار بریم و این مورد را ببینیم، بهتر میتونیم به این موضوع اشاره بکنیم. روی یکی از لایه‌های اطلاعاتی در کانتنتس پین کلیک بکنید و بعد روی یکی از فیلدها راست کلیک و کلکولیت فیلد را انتخاب بکنید. تغییرات مهمی که در اینجا به وجود آمده که این است که شما در این جدول کلکولیت فیلد یه دکمه جدیدی تحت عنوان ریسنت افزوده شده است که شما میتونید 10 تا از اون عبارت ها یا دستوراتی را که به نرم افزار داده اید در اینجا ذخیره میشه و هر زمانی که نیاز به اونها داشتید میتونید از اونها استفاده بکنید. تغییر مهم دیگه ای که به وجود آمده در همون بخش پایتون نرم افزار، من اکسپرشن تایپ روی پایتون میذارم و در اینجا یک تغییری که ما داریم تحت یک اکسپرشن جدید تحت عنوان کانورت اسپشیال یونیت وجود آمده که شما از این میتونید برای تبدیل واحدهای یک فیلد محاسباتی استفاده کنید. به طور مثال میتونید واحد متر مربع را به هکتار یا کیلومتر مربع را به مایل مربع و مواردی از این قبیل تبدیل کنید که حالا با هم یک نمونه را انجام میدیم. به طور مثال من در فیلد ایریای این جدول مساحت هایی که دارم بر اساس متر مربع است و میخوام اونا رو به هکتار تبدیل کنم. خب برای این کار در ابتدا باید دقت کنید که نوع اکسپرشن تایپتون حتما رو پایتون باشه و بعد در این بخش اون اکسپرشن کانورت اسپشیال یونیت را انتخاب بکنید. بعد که این اکسپرشن در اختیارتون قرار گرفت، باید پارامترهای مورد نظر رو در اینجا وارد بکنید. خب در بخش اول شما هم میتونید طول و هم مساحت را حساب بکنید. ما چون در حال حاضر میخوایم مساحت را حساب بکنید، بنابراین پس من بخش لنس را بر میدارم، فقط همون ایریا برای من در واقع بمونه. بعد فیلد را کامل انتخاب میکنم و در اینجا نوع فیلد ما روی ایریا میگذارم. فقط مواردی که باید به دقت کنید و به اونا توجه داشته باشید این است که اون کوتیشن مارک و کاماهایی که نیاز هست را حتما رعایت بکنید. بعد من واحدم متر مربع است و میخوام به هکتار تبدیل کنم. خب چون باید عبارت را رو درست بنویسیم، بنابراین من عبارت متر مربع را از اینجا انتخاب میکنم و در این بخش قرار میدم. بعد واحد دومی هم که میخوام تبدیل کنم هکتار هست، بنابراین اونم انتخاب میکنم و این واحد دوم هم به عنوان هکتار در اینجا قرار میدم و بعد کافیه که روی دکمه اپلای و بعد روی اوکی کلیک میکنم و شما به این صورت میبینید که واحدهای شما تبدیل به هکتار شد و این هم یکی از مزیت‌ها است که شما میتونید از این نرم افزار استفاده بکنید. فرآیند باز کردن فایل های اکسل با ادغام کتابخانه لایبراری اکسل ساده تر شده است و این به این معنی است که شما میتونید فایل های اکسل را با پسوند XLS و همچنین XLSX را بدون نیاز به نصب درایور خاصی مانند مایکروسافت اکسس دیتابیس انجین میتونید باز بکنید. شما در نسخه های قدیمی تر ArcGIS Pro فایل های اکسل را تا زمانی که درایور مایکروسافت اکسس دیتابیس انجین را نصب نکنید نمیتونید باز بکنید. بنابراین اکنون با این ادغام و با این آپدیتی که در نرم افزار صورت پذیرفته است، فایل های اکسل را به راحتی میتونید باز بکنید. به طور مثال اگر من در اینجا رو ادیتا کلیک بکنم و یک فایل اکسل با پسوند XLS را باز بکنم، شما به راحتی مشاهده میکنید که این فایل در اینجا
خوانده میشه و اطلاعات اونم میتونید ببینید. تغییر دیگه که باز میتونیم نام ببریم تغییر در جو دیتابیس ها و دیتابیس هست. اکنون حد اکثر طول مجاز برای نام فیلد ها در کلاس های آرزه و همچنین جداول افزایش یافته و اکنون شما تا 128 کاراکتر میتونید برای ایجاد یک فیلد در واقع استفاده بکنید و این در واقع میتونه دست شما را برای ساختن فیلد هایی که مورد نیازتون است تا بتونید اطلاعاتتون رو تو جداول سازماندهی کنید کمک بسیار بزرگی میکنه. به طور مثال اگر من در روی این قسمت روی اد فیلد کلیک بکنم و یک فیلد جدید ایجاد کنم، شما اگر نگاه بکنید محدودیتی در وجود نداره و شما هر تعداد کاراکتر تا 128 تا بزنید برای این میتونید انتخاب بکنید و این یک مزیتی است که در واقع شما از اون میتونید بهره ببرید. موضوع دومی که دیگه مهم هست و اکنون میتونیم به اونم اشاره بکنیم این است که اکنون با استفاده از Create Feature Class Wizard فیلد های تاریخ با دقت بالا و فیلد های Object ID با معماری 64 بیتی پشتیبانی میشوند. همونطور که میدونید Object ID یه شناسه یکتای داخلی هر آرزه یا رکورد در خود نرم افزار ArcGIS Pro است. در حالت عادی این فیلد 32 بیتی بود و حد اکثر 2.1 میلیارد رکورد را پشتیبانی میکرد. اکنون که این فیلد Object ID به 64 بیتی انتقال پیدا کرده، ظرفیت نگهداری و تعداد رکوردهایی که اون میتونه در خودش نگه داره بسیار زیاد شده. بحث برچسب گذاری یا همون لیبل گذاری هست که شما در اینجا یه ابزار جدیدی از نظر موقعیت یا پوزیشن در لیبل گذاری افزوده شده است تحت عنوان استک که در واقع شما عبارت ها یا اون برچسب هایی که طولانی هستن را به صورت چند خطی میتونید نمایش بدهید و اینم باز شما برای اینکه به این بخش استک دسترسی داشته باشید حتما باید در زمانی که لیبل گذاری را انجام میدهید در بخش مور تیک یوز مپلکس لیبل انجین را حتما فعال کرده باشید که بتونید از این مزیت نیز استفاده بکنید. در ارتباط با بحث لیبل گذاری من یه ویدیوی کامل تهیه کردم که در اون به بحث استک کامل اشاره شده. من لینک اون را در بالای همین صفحه میگذارم که میتونید به اون مراجعه بکنید و با بحث استک بهتر آشنا بشید. در بحث ایجاد نمودار این امکان الان برای نرم افزار فراهم شده که پارامترهای آماری مثل ضریب تعیین آردو و یا پی ولیو را میتونه برای محاسبه کنه و برای شما نمایش بده. به طور مثال اگه من روی این لایه نقطه‌ای دارم و راست کلیک بکنم و کرییت چارت را بزنم، انواع چارت هایی که وجود داره را در اینجا در اختیار من میگذاره. من اگر روی اسکاتر پلات کلیک بکنم و نرم افزار در اینجا برای من خب باید در جدولی که باز میشه در این جدول من اطلاعات را وارد کنم. من در بخش محور X میخوام در واقع اون دمای متوسط سالانه رو داشته باشم و در محور Y نیز اون ارتفاع رو وارد بکنم و به این صورت شما میبینید که اطلاعات را نمودار را برای شما ترسیم کرده و در کنار اون ضریب تعیین نیز حدود 94 صدم می باشد. البته در مواقعی که پی ولیو کمتر از 5 صدم یا همون ضریب معناداری باشه پی ولیو را نشان میده. زمانی که پی ولیو شما بزرگتر از 5 صدم درصد باشه پی ولیو را معمولا در نمودار نشون نمیده و این نیز بازی که از مزیت‌هایی است که شما میتونید از اون استفاده بکنید. خب
در قسمت کارتوگرافی نیز یک ابزار جدیدی تحت عنوان Generate Contiguous کارتوگرام در واقع ایجاد شده که مساحت عوارض پلیگونی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که از نظر بصری متناسب با مقدار موجود در یک فیلد باشه. یعنی هر چقدر که مقدار فیلد موجود در اون لایه بیشتر باشه به همون نسبت اون عارضه نیز بزرگتر نشون داده میشه، به صورتی که حالا تا اونجایی که امکان است مرزهای مشترک بین اونها هم حفظ میشه. برای اینکه این لایه این ابزارم باش آشنا بشیم، من در بخش تولز در قسمت فورت چون قبلا این لایه را فراخوانی کردم در اینجا وجود داره. شما اگر این لایه وجود نداشت کافی است که در قسمت سرچ جنریت کانتیگیوس کارتوگرام را سرچ بکنید و اون ابزار در اختیارتون قرار میگیره. در قسمت اینپوت اون لایه‌ای را که نیاز دارید این ابزار روی اون انجام بشه را انتخاب میکنید و در قسمت فیلد هم من به طور مثال بر اساس فیلد جمعیت 2000 میخوام این کار انجام بشه و یک اسم جدیدم برای اون انتخاب میکنم و روی دکمه ران کلیک میکنم و شما به این صورت میبینید که اون نواحی که در داخل این کانتی جمعیت بیشتری دارن به صورت بصری خیلی بزرگتر نشون داده شدن و جایی هم که جمعیت کمتری دارن با مساحت کمتر و مرزهای بین اونها نیز حفظ گردیده است.